اگه شما هم از اون دسته افرادی هستین که از ترکیب روتین کیک اسفنجی و خامه خسته شدید، حتما این ویدیو رو ببینید. قراره کیک لایه‌ای درست کنیم مناسب تولد، انواع مراسم ها. یک اسفنجی خیلی سبک داره، یک کرم کاراملی بسیار خوشمزه، کرم آنگلز پنیری و همراه بادام هایی که کاراملی شدن. ساده است، خوشمزه است، بسیار پرطرفدار و متفاوته. حتما ویدیو رو تا انتها ببینید. سلام، حالتون چطوره؟ تارا پارسامهرم، مدرس قنادی. قرارمون برای این بود که کیک های لایه‌ای متفاوت درست کنیم. کیک هایی که ترکیب اسفنج و خامه فرم گرفته معمولی نیستن. کیک امروز از اون کیک هاست که بسیار این کرمی که میخوام آموزش بدم پرکاربرده. قراره از کرم آنگلز شروع بکنیم. کرم آنگلز به صورت کلاسیکش ترکیب تخم مرغ، شیر و شکره. یک چیز سس مانند رقیقیه که اون هم مثل کرم پتیسیر یک کرم پایه است. چیزهای مختلف باش قاطی میشه و کرم‌های مختلف به وجود میاد. مثل وقتی خامه فرم گرفته بشه اضافه بشه، کرم باواریا یا باواریان کریم درست میشه یا به فرانسوی باوارووا. اینی که امروز قرار درست بکنیم قرار کاراملی باشه. یک کم قرار متفاوتش کنیم. اول میخوایم شکرها رو کاراملی بکنیم. 90 گرم شکر دارم. شکر رو میریزیم روی شعله گاز. شعله رو متوسط رو به کم میکنیم که تسلطمون بیشتر بشه. ترجیحاً روی ظرفای استیل این کارو بکنید. هر بار هم تکونش بدید که شکرتون نسوزه. از قاشق فعلا استفاده نکنید. خب بعد از چند دقیقه که میگذره این دوره های ظرفتون شروع میکنه به آب شدن شکر. فقط حواستون باشه که هی تون شکلی تکونش بدید که نسوزه، چون شکر خیلی زود میسوزه. همینجور تکون میدیم تا همه شکر ذوب بشه. خب وقتی دیگه تقریبا تمام شکر ذوب شد، میتونید یه کوچولو آخر کار شعله رو زیادم بکنید، ولی باید حواستون باشه بهش تون تکون بدید. به این مرحله که رسید میتونید با یه دونه لیسک شروع کنید به هم زدن. وقتی تمام شکرتون ذوب شد، حواستون باشه که خیلی تیره نشه، چون تیره شدنش یعنی تلخ شدن شکر. حالا این تیکه مهمه، به خاطر اینکه همین که اینو بریزید شروع میکنه به پف کردن. از رو شعله هم بهتره که بردارید این کارو بکنید. خامه دارم، خامه داغ 400 گرم. آروم و یواش این خامه رو اضافه میکنم و هم میزنم. حواستون باشه خامه حتما داغ باشه. تیکه اضافه کنید، هم بزنید، چون اون شکلی ممکنه که کف کنه، پف کنه و بریزه بیرون. خب همه خامه رو اضافه بکنین. همونجوری که میبینین اگر خامه داغ باشه به هیچ عنوان گوله نمیشه. کاملا یک دسته این شکلی که میبینین. این تیکایی هم که هست تیکای خامه است، چون خامه تو ایران جامده و سفته. من از خامه 30% استفاده کردم، همینه که بهش میگیم خامه صبحانه. دوباره اجازه میدیم که گرم بشه، داغ بشه، خامه یه دست بشه، میذاریمش رو شعله. حواسمون هم هست که نسوزه، ته نگیره. حتما حواستون به این باید باشه. خب تا این داغ میشه ما 4 تا زرده تخم مرغ داریم. هر زرده تخم مرغ استاندارد 20 گرمه. در مجموع 80 گرم زرده تخم مرغ داریم. با یه ویسک این زرده های تخم مرغ رو با یک ویسک همزن دستی این زرده ها رو میزنم تو یه دستچه. زدن زیاد نمیخواد، هم که یه دستچه کافیه. خب همین که این داغ بشه کافیه. خامه و شکر کاراملی شده. من اول ویدیو گفتم کرم آنگلز ترکیب شیر و زردی تخم مرغ و شکر، ولی میتونه گاهی اوقات خامه یا ترکیب خامه و شیر با هم باشه. همینجور که این زرده دارم هم میزنم، اینو آروم اضافه میکنم که اینا همدماشن. یهو شوک وارد نشه که زرده ببنده، دون بشه. تمپر میکنیم.
اینا یک دست شد، اینو برمیگردونم توی ظرفی که داشتم. برای اینکه امکان داره مثلا یه تیکایی از شکر مونده باشه، نمیدونم یه تیکایی از خامه مونده باشه، من دوباره که نه، از یک الک صافی ردش میکنم. اینجوری مطمئن ترم. این کرم رو دوباره برمیگردونم روی شعله متوسط رو به کم که تسلط داشته باشم روش. الان غلظتش همچین چیزیه. هم میزنم تا کمی غلیظ‌تر بشه. اگر دماسنج مایات دارید 83 درجه بشه. این کرم تا تو رو گازه بهتره که از 20 بر هم زدنش استفاده کنی. من متاسفانه یه قسمتی از این فیلمم یعنی ادامه دادم ولی متاسفانه دوربینم نگرفت. خدا رو شکر زود متوجه شدم و یه تیکش رو بعد براتون توضیح بدم. این که کرم مثل کرم پتیسیر نیست که چون به خاطر اینکه عامل صفر شونده‌ای مثل نشاسته و آرد نداره. در هر صورت کرم رقیقی همونجور که می‌بینید تقریبا یه دقیقه وقتی به جوش افتاد یه دقیقه ادامه بدید. یه همچین کرمیه. وقتی پشت قاشق رو میزنید یک کاور کلفتی پشتش ایجاد میشه. این میشه کرم آنگلس. یک کرم یک دست، یه همچین چیزی. برای اینکه کرمتون یک دسته رو بهتر بشه میتونید با بلندر بزنید تا یک دست بشه. از این کار میتونید استفاده بکنید. این از کرممون. چیزی که توی ویدیو نگرفت این بود که من به این ژلاتین اضافه کردم 10 گرم ژلاتین پودری رو با 5 برابر مقدارش آب سرد 50 گرم آب مخلوط کردم، گذاشتم یه کوچولو همش زدم، گذاشتم تا همین دمای محیط 10 دقیقه رو بمونه. یک توده ژلاتینی به وجود اومد. بعد از اینکه کرم آنگلز رو از روی گاز گرفتم همونطور داغ بهش اضافه کردم، هم زدم. یعنی در واقع الان وقتی برش داشتید همینجور داغ اضافه کنید، هم بزنید، مستقیم اضافه کنید. این از این هم کرم آنگلزتون. خب این کرم بهتره که توی یخچال 24 ساعت قبل از اینکه کیک درست کنید این کرم رو حاضر بکنید. بهترین حالتش اینه. اما برای اینکه من وقت ندارم، من میخوام توی یک سینی پهنش بکنم و حداقل حدود 6-7 ساعت توی یخچال بهش استراحت بدم. ولی باز هم میگم بهترین حالت یک شب تا صبح، چون خودشو خیلی خوب میگیره اون شکلی. این کرم رو میذارم توی یخچال حداقل 5-6 ساعت استراحت بکنه. بریم سراغ اسفنج این کیک. من بارها تو ویدیوهای مختلف همین اسفنج رو درست کردم. بسیار اسفنج ساده، خیلی مناسبه برای ترکیب با کرم ها برای کیک های لایه‌ای. 6 تا تخم مرغ زرد و سفید جدا شده. این توضیح رو بدم، تمام مواد اولیه این کیک چه برای کرم آنگلز چه برای کیک اسفنجی از قبل از یخچال در اومده، به دمای محیط رسیده. 6 تا تخم مرغ زرد و سفید جدا شده. هر تخم مرغ استاندارد 50 گرم حساب می‌کنیم، هر زرده استاندارد 20 گرمه، هر سفیده استاندارد 30 گرمه. یعنی در واقع میشه 180 گرم سفیده، 120 گرم زرده. این سفیده رو همینطور خالی میزنم، کف کنه، پف کنه. کف کنه، پف کنه، ولی همچنان نرمه و شله. به حالت صاف پیک که میرسه بهش شکر اضافه میکنم 170 گرم، ولی آروم آروم، سرعت همزن رو متوسطه. من یواش یواش شکر رو اضافه میکنم تا جایی که سفید کاملا فرم بگیره و سفت بشه. وقتی سفیده کاملا فرم گرفته، قله های نوک‌تیز روش ایجاد شده، کافیه. فعلا همش نمیزنم. زرده های تخم مرغ که داشتم، البته مال من شد 7 تا زرده، چون زرده ها کوچیک بود و من مجبور شدم که یه زرده اضافه تر بگیرم. بخاطر همین بهتون میگم حتما وصل کنید جداگانه. این زرده ها رو من یه کوچولو با این همزن دستی یا با ویسک
هم میزنم، ویسک میکنم در واقع. یه قاشق چای خوری بهش عصاره وانیل اضافه میکنم. اصلا نمیخواد کف کنه نه لازمه پف کنه، همین که این حالت یه دستی بگیره کافیه. اینو اضافه میکنم به این. فقط با سرعت 1 همزن در حد اینکه اینا مخلوط بشه هم میزنم. کافیه. برای اینکه مطمئن بشم با لیسک هم دوباره همش میزنم که هم زدن زیاد نمیخواد. آرد دارم 140 گرم، یک قاشق چای خوری 4 گرم بیکینگ پودر دارم. دو تا رو با هم مخلوط میکنم. توی 3 یا 4 مرحله به این مواد اضافه میکنم. برای اینکه راحت تر باشه، چون این مواد خیلی حجم تخم مرغش زیاده به نسبت مواد جامدش، با ویسک این کار رو میکنم، ولی تون تون هم نمیزنم، ویسک نمیکنم، آروم سعی میکنم با همین ویسک فولدش کنم. توی 3 یا 4 مرحله همه آرد رو میریزم. و همینقدر کافیه. من از 2 تا قالب 18 دارم استفاده میکنم. میتونید 2 تا قالب 20، از این قالب 25 یا یه قالب 23 با ارتفاع زیاد، دیگه به سلیقه خودتونه استفاده بکنید. کف قالب کاغذ روغنی انداختم، فقط کف قالب رو چرب کردم، دیوارها رو چرب نمیکنم چون خیلی کیک سبکیه، میخوام پف کنه بیاد بالا بچسبه به دیواره. مایه کیک رو توی این 2 تا قالب سعی میکنم که نصف کنم. فرتون اگر فر برقیه، فرتون فر گازی 180 درجه. اگر فرتون برقی، المنت بالا و پایین رو روشن بکنین همزمان، بذارید رو 170 درجه. اگر فن داره فرتون، فن رو هم روشن کنین چون باعث میشه پخت یک دسته‌ای داشته باشه. در اون حالت بذارید روی 165 درجه. این 2 تا مایه کیک رو هم سعی می‌کنم یه دست کنم روی قالب همونجوری که دارید می‌بینید و میذاریمش توی فر برای تقریبا، باز هم بستگی به جنس قالب داره. اگر قالبتون مثلا مواد بیشتری بریزید توش، مثلا همش رو اگه بریزید توی قالب 23، طبیعتا تایم بیشتری میخواد، زمان بیشتری میخواد. ولی برای اینا تقریبا میتونم بگم 25 دقیقه 30 دقیقه کافیه. بعد 20 دقیقه میتونید چک کنید ببینید پخته یا نه. بعد اینکه کیک پخت از توی فر درش میاریم، اجازه میدیم یه کوچولو از داغی بیفته، نه که کامل خنک شه، برش میگردونیم روی رک. حالا اجازه میدیم کامل خنک شه و کیک رو به هر لایه‌ای که دوست دارید میتونید تقسیم کنید. من هر کدوم از این کیک ها رو به 2 لایه تقسیم کردم. 4 تا لایه کیک دارم. این دیگه به سلیقه خودتونه ارتفاع کیک، تعداد لایه ها چند تا باشه. خب حالا من میخوام کرم رو آنگلز پنیری رو درست کنم. اون کرم آنگلز که گذاشته بودیم توی یخچال استراحت کنه، الان باید کاملا خودش رو گرفته باشه و همونجوری که میبینید سفته سفته. اینو میریزم توی یک ظرف. این از این کرم کاملا بر خودش رو گرفته و سفت باشه که نباید نرم و شل باشه. یک کوچولو این کرم رو میزنم. از اون حالت یخچالی که خارج شد بهش پنیر ماسکارپونه اضافه میکنم. پنیر ماسکارپونه از قبل از یخچال در اومده، به دمای محیط رسیده کاملا و پنیر خامه بی نمکه. خب
این از این بعد چند دقیقه این کرم کامل فرم میگیره همونجوری که میبینین. بافتش این شکلیه و میتونین ازش برای کاور کیک هم استفاده کنین. البته قطعا مثل خامه فرم گرفته اونجور سفت و محکم نیست، ولی میتونید یک لایه نازک خامه بکشید یا میتونید ماسوره هم بزنید حتی، ولی حواستون باشه مقدار زیاد نباید استفاده کنید چون یه مقداری نرم و شل ممکنه بشه. ولی بافتش اینه و اینو میریزم توی قیفه یک بار مصرف. مقدار پنیر هم یادم نیست گفتم یا نه، 500 گرم پنیر ماسکارپونه داشتم. خب لایه های کیک رو که کاملا الان خنک شده، یک لایه اول کرم کوچولو میذارم اینجا که بچسبه، خامه کشی راحت باشه. اینو میذارم این کف. یه چیزی یادم رفت، این بادومای کاراملی خیلی خیلی خوشمزن، حدود 100 گرم بادام پرک. من از بادام درختی استفاده کردم، بادام درختی من بی‌نمکه، اما میتونید از بادام شورم، بوداده شور هم استفاده کنید چون خیلی خوش‌طعم میشه. میتونید بکوبید بادام ها رو، از اون استفاده کنید. من حدود 1 قاشق کره و 1 قاشق شکر، یعنی اندازه دوتا انقدر تاثیر خاصی نداره، میتونید مقداری کره کمتر کنید. ریختم توی بادام‌ها، تفت دادم تا جایی که رنگش که می‌بینین شکلی طلایی طور بشه. مواظب باشید خیلی زود میسوزه و بسیار خوشمزه است. مال من چون شیرین بود یه کوچولو آخر کار بهش نمک اضافه کردم. من این کیک رو قراره برای یک تولدی ببرم، به خاطر همین چون خیلی ذائقه افراد اونجا رو نمیدونم بهش سس کارامل اضافه نکردم. اما این ترکیب این کیک با سس کارامل خیلی ترکیب خوش طعمیه. حتما بادام ها رو کاراملی کنید و حتما از سس کارامل استفاده کنید. سس کارامل تر قبلا آموزشش رو دادم، لینکش رو میذارم، از اون استفاده کنید. سس کارامل آماده هم وجود داره، میتونید حالا به سلیقه خودتون اگه دوست داشتید از اون استفاده کنید، ولی خیلی خیلی خوش طعمش میکنه. برای بیس کیکم من ترش نمیکنم چون خود کیک خیلی لطیفه، کرم شلیه نسبتاً و جذب این کیک میشه. اما میتونید یک کوچولو سس کارامل رو با آب رقیق کنید و یک لایه از اون بریزید زیر کیکتون، همه لایه های کیک رو تر بکنید و بعد خامه کشی رو انجام بدید. دیگه همش به سلیقه خودتونه واقعا. من هر لایه رو از این کرم آنگلز میریزم، یک لایه نازک کرم آنگلز میزنم زیرش، صاف میکنم و روش بادام میزنم. همه لایه ها رو همین کار میکنم تا بالا. خب این توضیح بدم که من چون میخوام اینو برای مهمونی ببرم 3 لایه کفایت میکنه و من میخوام از 3 لایه استفاده کنم. ولی شما میتونید هر 4 لایه‌اش رو بذارید و خیلی ارتفاعی بیشتر و قشنگتری میگیره. میخوام بهتون بگم اگه من اینو گرفتم به خاطر حجم مهمونا و اینایی که میدونم. یک لایه نازکم خامه دورش میکشم تا خامه کشی برام راحت تر باشه و خورده کیک ها دیگه بلند نشن موقع خامه کشی نهایی. خب این شد از کیک ما. انقدر روی این کیک با کاردک میتونید بکشید تا صاف شه. ترجیحاً یک لایه نازک از این کرم بزنین به خاطر اینکه این کرم خیلی کرم مقاومی نیست، مخصوصا اگر قراره تو گرما تو محیط بیرون ببرید. این کرم رو برای کاور پیشنهاد نمی‌کنم، برای فیلینگ و لایه کیک میتونید بزنید. حالا من سعی می‌کنم این کیک رو صافتر بکنم و این از این کیک فوق‌العاده ما.
من برای تزیین پیشنهادم همون بادام های کاراملی بود که توی لایه های کیک زدیم. همون رو میتونید مقدار بیشتر، مثلا حدود 2 برابرش کنید دیگه، تقریبا مثلا 300 گرم با حدود، میتونم بگم بهتون تقریبا 30 تا 40 گرم شکر با حدود 20 گرم کره، اینا رو با هم میتونید تفت بدید و کل کیک رو کاور بکنید باهاش، دیواره ها رو یا فقط روش رو. به اون بادام ها خیلی ترکیب خوبی میگیره. این مقدار خامه‌ای هم که دادم، برای الان یه مقداری هم مونده، با اون میتونم روی کیک رو ماسوره بزنم. برای ماسوره زدن روی کیک هم میشه ازش استفاده کرد. یه کیک 20 با ارتفاع کم، یه کیک 18 با ارتفاع زیاد، حتی یه لایه دیگه هم میذاشتم، باز این کرم کافی بود براش. این جواب میده. این از این. حالا من یه کوچولو، چون هوای اینجا گرمه، یه کم استراحتش میدم. حالا یه ساعتی کرم تو یخچال باشه اتفاقی نمیفته. در میارم، دوباره با همزن میزنم و دوباره کیکو باش تزیین میکنم. میذارم توی یخچال یه مقداری خودشو بگیره، یکم سفت‌تر بشه و بعد دوباره تزیینش رو انجام میدم. بهترین حالت اینه که کیک رو یک شب تا صبح بذارید توی یخچال بمونه، لایه‌ها به خورده هم برن و بعد برش بزنید. برش‌ها زیبا و شکیل خواهد بود. فقط من باز هم میگم چون این کیک رو قراره تولد ببرم، شاید نتونم درستش رو جلو دوربین برش بزنم، ولی حتما یه مقداریش رو میارم با خودم که برش زده‌اش هم شما ببینین. خیلی خوشمزه است، متفاوته و از اون روتین همیشگی اسفنج و خامه خارج خواهید شد. حتما درستش بکنید. شما حتما سس کارامل بزنید. همین پیشنهادتون برای ویدیو بعدی بگید آیا این مدل کیک‌های متفاوت و ساده البته خوبه یا نه، ادامه بدم میبرم سراغ چیزای پیچیده‌تر. مرسی که همراه من بودید، مرسی که ویدیو رو دیدید. خدا نگهدار.